سلام، اینجا هیل آلمان، نمایندگی تعمیرات رسمی پورشه در ایران. یه دونه مازراتی ایران کبریه به ما رجوع کرده بود برای یه سری کاراش. ما از این فرصت استفاده کردیم براتون یه ویدیو تست و بررسی بگیریم. البته این تمام شده کار. قبل از اینکه تحویل به مالک محترم بدیم گفتم از این فرصت استفاده کنیم یه ویدیو براتون بگیریم. حالا تو ادامه میگم چه کارایی داشته. این نیزه‌دار ایتالیایی برای انجام یه سری خدمات پیش ما اومده بود. اول از همه متاسفانه جواب فرمون ماشین دچار روغن‌ریزی شده بود، براش تعمیر کردیم. بعد از اونم بردیمش قسمت دیتیلینگ، یه کاور خوش رنگ طلایی روش نصب کردیم، چیزی که می‌بینید. و عید 1404 مهمون خیابونای تهران بود. حالا هدف ما از ساخت این ویدیو چیه؟ میخوایم اول از همه خب یه معرفی کوتاه مختصر مفید از ماشین داشته باشیم، آپشناشو بگیم، ویژگیاشو بگیم، چالشاشو بهش بگیم، چیزایی که تو ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنن مالکین محترم از دیدگاه مکانیکی بهتون بگم. و همچنین نقاط قوت و ضعفی که باز تو ایران بهش برخوردیم. تو قسمت طراحی ظاهری ماشین، تو قسمت جلو یه سری خطوط کشیده می‌بینید که حالت تهاجمی ماشین داده، چراغای تیز، جلو پنجره مشبک بزرگ، اینا همشون اصالت لوکس، اسپورت بودن و از همه اصالت ایتالیایی بودن ماشین رو میرسونه. آقا از مشخصات فنی ماشین بخوام بهتون بگم، زیر این کاپوت یه موتور 8 سیلندر خورجینی هستش که 460 هسته‌ها قدرت تولید میکنه. بعد این موتور با فراری F430 خیلی تشابه زیادی داره، تقریبا همون میشه گفت. ولی خب خودتون میدید دیگه این موتوراشو از فراری میگیره. یه گیربکس 6 سرعته داره که دبل کلاجه که میتونه این ماشین رو از سرعت 0 تا 100 تو 4.9 ثانیه برسونه. مصرف سوختش هم 115 لیتره. اگه خوب باش گاز بدی، اگه بخوای خیلی دور بالا گاز بدی که یا اول فصل. خب تو قسمت طراحی داخلی بخوایم به ماشین بپردازیم، آینه‌های برقی رو داریم، سیستم صوتی بوز رو داریم. البته تو نسخه‌های سفارشی سیستم صوتی بوز رو داریم و فابریک ماشین های فای هستش. اینجا هم یه سری کنترل پنل داریم که بهتون نشون میدم و توضیحاتش رو بهتون میدم. فرمون برقی رو داریم، پدل شیفتر رو داریم، دکمه‌های روی فرمون رو داریم، یه مانیتور واقعا به درد نخور رو داریم و یعنی مازراتی توی آپشن نریختن تو ماشین حرف اولو میزنه توی این ماشین. حتی ماشین اندروید پلی و اپل کار پلی رو نداره. از آپشن‌های رفاهی ماشین بخوام بهتون بگم، ورود بدون کلید داره، دستگیرهای درش دو حالت هست، یه حالت برقی داره و یه حالت سیمی داره که اونم بهتون نشون میدم. و تهویه دوگانه داره ماشین تو این قسمت. صندلی برقی های 10 حالته داره و نهایتا جمع کنه صندلی. خب تو قسمت توضیحاتی که میخواستم بهتون بدم، دستگیره دره که یه قسمتش برقی باز میشه. شما اینو فشار میدین در برقی باز میشه. اگه تایمی خراب شد شما میتونید با دستگیره سیمیش در رو باز بکنید. خب شما تو کنترل پنل سمت چپ ماشین تنظیمات نوری می‌بینید، مدل رانندگی می‌بینید، تنظیمات کروز کنترل رو می‌بینید. این هم که باک بنزین رو باز می‌کنه و از همه مهمتر سنسور پارک ماشینه که واقعا یه آپشن فوق خفن تو ماشین محسوب میشه. این هم که صندوق پران ماشینه. تو قسمت طراحی داخلیش هم شما اینجا می‌تونید ببینید. اینجا دکمه حالت اسپورت داره، حالت برفی داره، خاموش کردن سنسور پارک، ESP آف آن. اینجا هم که تنظیمات ضبط ماشین هستش. این هم کنترل هوای مطبوعه. این هم که دیگه خودتون میدونید. دستنده ماشین. از همه مهمتر کیلومتر ماشین رو بهتون نشون بدم.
یه طراحی کلاسیک میشه گفت دیگه، الان کلاسیک محسوب میشه، ولی به نظرم هنوز جذابه. اول از همه رقیب ماشین رو معرفی کنم، چیزی نیست جز BMW 650 و M6 کروک هستش. به نظر من BMW یه سر گردن از این بالاتره، اونو بخرید و نخرید. از نقاط قوت ماشین بخوام بهتون بگم، یه ماشین فوق لوکس، هندلینگ خوب، کیفیت ساخت خوب و از همه مهمتر یه موتور خیلی خفن روشه. نقاط ضعفش هم بخوام بهتون بگم، اول از همه آپشن‌های کم، سواری خشک، نبود تعمیرکار حرفه‌ای، نبود قطعه و اینکه خیالتون راحت باشه اگر این ماشین رو دارید، تایل آلمان نمیذاره با کمبود قطعه یا استرس تعمیرکار خوب مواجه بشید.